işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader, tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader, tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader, tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader, tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader, neredesin birader? Hoş Hoş geldiniz. omadید مرحمت. Benim. Teşekkür ediyorum. مرحمت قهوه کلمبیایی. تشکری زیاد. باورم نمیاد این قهوه کلمبیایی است. قهوه دوست داشته من است. حتی اگر ننوشم صبح به خود نمیآیم. تو هم دوست می‌داری علی؟ یعنی من بیمارم. بیماری قهوه کلمبیایی حتی یکی از ندارم در کلمبیا است. هر ماه برای من یک قبچه قهوه کلمبیایی میفرستند. بسیار خوب میدونی دیشب در عملیات بودن. آی جان و دل من البته دشوار است. کاری خطرناک است. بله البته. علی برج تو چی است؟ عقرب. اوه عقرب خطرناکترین برج. البته ما آدم‌های خطرناک هستیم. بسیار خطرناک. اما برج تو با برج من موافق است. نه اما با بالا برآمدن و فرآمدنش حرکت‌هایش با چیزی مانند است همین خیلی. از راستی میخواهم دونم بالا برآمدن از چیست؟ انیق شعر است به فکرم. نه این خیلی بقا حتی رفیقان مرا مرغ میگویند. باورم نمیآید. بسیار برج موافق. یعنی در اصل مرا برای همین برج چند دختر ترک کرد. خیر علیه ما یگان وقت دیگر میتوانیم بخوریم؟ نمیشود. وای مادامی که یکدیگر رو میخواهید من یک جای کردم شما رو. هم با یکدیگر بسیار میزیبید. انشاءالله خوشبخت میشوید. تشکر زیاد علیه. بسیار غمخوار هستی تو. کمک کردی. این خیلی باشد من میخیزم. میدانید که در امنیت کار زیاد است. رفتن در کار. حسابی ما را بیاره. تو با خودت دردی سر گرفتی یونوس. از عملیات نون سفید چی میفهمی؟ یا خدای توبه. عشقم سنم؟ عشقم ایست یک چیز میگویم کاره نمیکنم درو کشو با خدا کاره نمیکنم کشو یگیت یا اینجا یگیت ایست یک لحظه با تو گم زدن میخواهم یگیت درو کشو خوش میکنم عشقم یک لحظه با تو گپ میزنم تمام میروم خواهش میکنم خطرناک است چرا تو نمیفهمی سنم؟ خطرناک است چی خطرناک است عشقم چی میگویی تو ببین من برای تو از نسک کلچه پخته آوردم در بالای میز چی؟ با نسک نمیشود. نسک بر ضد آیله و رسم آیین ما است. تو میفهمی؟ یگی تو چی ها میگویی من هیچ نمیفهمم یگی تمام ısrar etmeyeceğim açma. سخت نمیگیرم نکشو درو اما تو به یک سوال من جواب بده میان ما یگان نافهمی هست نه نافهمی نیست؟ چرا نافهمی باشد؟ چون که چیزی نیست همه خوب است. عشقم چیزی باشد و من بگو آخر من گیزل عصبی نمیشوم مزه نمیفهمیده گسم تو رو با آغوشا میگیرم و تمام سر میدیم در آغوش میگیرد. گفتن نمیتوانم سنم اگر گویم میگویم ولی گفتن نمیتوانم بفهم. گفتنش دشوار است. یعنی این را گفتن نمیشود. نباشد گپی گفتم درست برآمد شاید چی درست برآمد؟ وای آخر ای خدای مهربان این چه علاقه دارد؟ این خیلی چیز نیست جانم. چیزی نیست. عشقم بگو یگان جای شرمش نیست براحت باش لطفاً بفهمون بمان یک جای روی حالش رو میابیم این چیز مهم نیست اگر نباشد چورش رو میبینیم چی نشود میشود جانم این چی که پس خودش
میشود ولی نباید شود. نباید شود یعنی مادام این خیلی باشد مشکلی نباشد پس در رو کشو. نمی شود. نمی شود. راحت شدی شنیدی سنم؟ تماما من تو رو فهمیدم، تو رو البته میفهمم. زیغ نشوم، من تو رو میفهمم. پروا نکنی، این خیلی چیزها میشوند در حیات جانی من. تمام، پس این خیلی میکنیم در این مسئله تماما گپ نمیزنیم. بله گپ نمیزنیم. مرا به حال خودم گذاری کن. تو از اون کلچه کمی بخور. تمام من میخورم از اون. بای بای. این خودش چی گپ هسته؟ بیماری کمی سردم سومانک فایده داره. سومانک در جوش ما کفش زنیم، دیگران در خواب ما کفش زنیم. چی کار میکنی؟ سومانک آماده میکنی؟ بین دقت کن. اگر به دیوار یک قطره آب پرید جزیر شود نگو که خبرت نکردم. چوتکه دندانشویی را گرفته تازه میکنی. سومانک در تن دیوار میلسمش بخدو. برای تقاید چیزی نپز. تو تنها برای رفیقانت کار کن. چی شد؟ یگان خبر است؟ باید این را گوش کنید سردار. سومانک میپذیم که کمیسر شفای ما. این مزش چی بایی خشید؟ این چی خیل سومانک باشد؟ بویش عجایب. بابی اولی بیز نپختای. کمیسر هر جا باشد این را خورده به عملیات میبراید. بابی نبی این عملیاتی مخفی است. باید این بین خود ما بمونه. میره برای کمیسر یگید پختیسم. التماس هیچ کرا نگو که وضعیت یگید بده. میدونی بابی نبی گپ بین خود مامونه یک دختر پیش کمیسر یگید اومد. کمیسر یگید هم مزاج نبوده. بیان مانع دهان تو بی قالب است مثل بلان ماشین. مگر این گپ ها را در نزد همه گفتن ممکن نیست؟ نه بابی باید این گپ را هیچ کس نفهمه. حاضر بیزنی سومانه که من تیار شوم. وضعیتش بسیار بده. چی پرابلمی داشته باشه اول ماده میگه. ما همکاری داریم، کلیدی خونه‌ش هم در دستی مایه. مثال یگان کس اگه یگان گپ گفتنی باشه اول مرا میگه که برای صاحب مرا فهمون. ما باشم همه خبرها را اول انیق میکنم. چی خبره چی خبر نیست همش کمیسر نمیگم. تو خبر رسان این آدم حریف بوده ای. او میگوید تو میرسانی. بابی نبی چی به تو نمیفهمی آدمه؟ گوش کن بابی، من یک اگنتی نامی هستم. اگنت هستی تو؟ بله من اگنت هستم. این را باید به شما نمیگفتم، نه که مجبورم کدی گفتم. این سومانک فقط اگنت ها میپزن. من باید باز کمیسر یگیت یاردم کنم. ای خداوند سومانک مرا شفا آور کن که دولین یگیت بخیزه. سومانک در جوش ما کفش زنیم، همه در خواب و مال. چی شد سردار؟ یگان گپی مهم شد؟ خبرکش رو یافتیم. عملیات نان سفید رو یگید خبر داده است. از چقچقت راحت کردم علی. با من گفتید کمیسر؟ به تو گفتم. بگیر کلچه گرفتم. میخوریم. ولی فراموش کردم قهوه گیرم. با همین قناعت کن. این چیست کمیسر؟ یک کلچه است بیسترم. وقتی که پلیس ها به عملیات میروند از این میخورند. به این معنا گفتم. من تماما نفهمیدم کمیسر. ما این خیلی چیزها نمیخوریم، در فیلم ها میشود. تمام میدونم در فیلم هاست ولی کم باشد هم سیر میکنیم، گرسنه نمیمونیم. بخور. اینقدر گرسنه بودنتون رو میدونستم در اونجا یک دکانی شاورما پزی است. برایتون گرفته می اومدم دو سه تا کمیسر. بمان کلچه خوری واهمه است. بگذار دیتکتیو بودنم آن را فهمم. دیتکتیو؟ حاضر دیتکتیوی کرده ایستادیم. با آن معنا گفتم که میستی در فیلم ها. خیر کنی بینیم این چی است.
چی هست کمیسرم؟ تماما مزه نداره. چی خیلی میخورید این رو؟ چی؟ یا خدایا کلچه است آخر. ای این شیرینی بد بوده است. شکرش بود. کجاست آن کلچه هایی که در امریکا میخوردیم؟ کجاست آن کلچه ها؟ امریکا؟ کمیسرم شما با امریکا رفته؟ نه نرفتم. البته با آنجا نرفتم. در فیلم ها آن رو چرک پرک میخورند که ندیدی مگر؟ برای همین گفتم. شاورما میپختگی در کجاست؟ خدا تو را جزا دهد. دخترم چرا با او باور میکنی؟ چشمونی بدش را ببین بلبل میکند. از او به تو خوبیه نمیرسد. باز فریب داد دختر را. تلفن را در جایش ماند. با او زنگ نمیزنی؟ زنگ زد. دخترم او خاندار است. از او به تو فایده نیست. اما مرا گوش کن. انا همین خیل فریبت داده میگردد. تمام داملا زیاد تو را فریب میدهد. او رو پرو. زود باشم مغ بردار. وقتم بسیار کم است. حدود یک لمحه سر می شود. همین تو نمیرسیدی مش بچه. چخیل من با این گپ میزنم حاضرم. بخیر از کمیسرم کی زنگ میزند با شما؟ نه با یک رفیقم صدرالدین فیض‌الدین. جواب دهم باز خفه نشد. بسیار زود میرنجد. الو صدرالدین؟ صدرالدین؟ کدام صدرالدین؟ وای شد گوش کن. به عملیات برآمدم. ما حاضر در عملیات هستیم. منتظر ما نشو. دیر میبراییم. من تو را بعداً زنگ میزنم. حاضر وقت ندارم. خیر میلش. خب همه است. خاموش نکن. من تو رو فهمیدم. میدانی امروز با کجا رفتم؟ با کجا رفتی صدرالدین؟ با بیمارخانه که مادرم اونجا کار میکرد. نه با شرکتی واقف؟ تو چی کار داشتی آنجا؟ چرا میروی با آنجای ها؟ سین و سال تو میده است. یعنی سالات میرسد ولی سرتا در بلا نمان گفتنی هم خیل. از یک زن دکتر را پرسیدم. چی؟ دکتر گفتی؟ خیر چی گفت؟ کی بوده است؟ اون زن رفتاری عجیبی کرد. یعنی گپ رو گریزاند. با فکرم چیزی رو پنهان میکنه. پنهان؟ البته پنهان. یعنی وی را پنهان میکند. پای افضل‌های ایدانه را پنهان میکند. البته اینها رو تو یک طرف گذار دخترم. اما تو دیگر به این خیل مکانها خودت تنها نرو. میلش؟ اوفم گفت. برای تو خبری بدی دارم. بپیم از امروزی بارتن مرا به بیرون برآمدن نمیموند. من کرده است به بیرون برآمدنم رو. همین خیل؟ وای خندش زند به خدا. یعنی دستانش را بوسیدن در کار است. به فایده تو کرد ها؟ بخیل. تمام همین خیل باشد. گپ رو دراز نمی کنیم و بعداً با تو زنگ میزنم. میلش خیر. احتیاط کن. شب بخیر. ینگم رو سلام رسان. لزنش رو بوسیدن لازم بدست ها؟ شبی باز هم کورم نشده است. بیا نخودی شورک ده بیا بچه. بسیار بالازد است. بیا بیا نخودی شورک کمش من. نه آی دختری زیبا کنی بیا. خسته نباشید. نقش خوب بازی داری کوکه؟ البته خانم در طول یک ساعت یک ماه معاشم را کار کردم. من کارو میپردایم. نخودی شورک میفروشم خوبتر بود. نه اکا هرگز. اگر تو رو هم از دست دیم من دیوانه میشوم.
چی فکر داری جانم؟ امشب این آدم ها را دستگیر میکنیم؟ аз субҳ интизорем ба макон касе даромаду баромад нест медонӣ ку ба ин ҷо ҳамла карда будем онҳо дубора ин ҷоро истифода намебаранд девона нестанд вале ягид бо эҳтимол гап зада буд ба фикри ман ҳозир сара жонро ба равғани гарм зер карда ба гап дароварда истодааст ягид ин вақтҳо аҷиб менамояд интизор шавем маълум мешавад ки чӣ гап аст ин ягид бе ин ҳам доим ҳамин хел аст чӣ хел маъқул шуд баъд не ту ин корро накун яъне ошпази хуб намешавӣ чаро болазад нест магар маску بخیر است علی؟ از صبح پیامک‌بازی داری مثل ساعت به ایست چک چک داری امری دیل است؟ با من گفتید کمیسارو؟ نه با رفیقی در قفا نشسته گفتم البته به تو گفتم چی گپ است؟ امری دیلت است؟ نه کمیسارم کار دیل برای ما نیست میدونید کو کنی فهمون فکر کردی من نمیفهمم از خنده هایت معلوم است نقل کن کنی سیر را در دلت پنهان نکن سکته دیل میکند آدم را کمیسارم یک دختر است من او را بسیار دوست میدارم اما ابلهی کردم نسبت به دختر خطای کلان کردم چی کار کردی؟ یعنی این خیلی گویم مثل دیگری با وای دختر رفتار کردم مثل که من دیگر آدم هستم یعنی همه رو معاف کردم بعد حاضر باشد رو برای دختر برآمده گفتن میخوام اما گفتن نمیتوانی خواستت رو گفتن نمیتوانی او چی میگوید؟ البته که نمیدونی تو کار رسوا شده است نه؟ با خدا راست گفتی اوف با خدا تو را غیر از من کسی دیگر نمیفهمد این را بدان با خیر از کمیسر یا اینکه شما در این حالت هستید نه پسرم چه حالت می شود با ما چون مرد که هستم میفهمم این حالت ها را برای همین گفتم کمیسرم نمیدونم چی کار کنم یعنی میگویم رفته رو برای دختر برآمده همش رو ویور نقل کنم با او باز میگویم سراسیمانش آروم باش خودت رو به دست گیر این روی حل نیست و خیر با خدا گوش کن که من چی میگویم با تو پسرم حاضر که نگویی کی میگویی چی خیلی یعنی اوف علی بین ما در این حیات چی ها دیده میدانی تو؟ کاری امروزه را به فردا نگذار فردا نیز همین خیل میماند روزها میگذارند با خودت نگاه میکنی هیچ چیز به دست نآورده ای تماما هیچ چیز من به تو یک چیز میگویم در این حیات از همه چیزی مهمی آموختم این است که هیچ کار را به تأخیر نباید گذاشت همه کار را در وقتش اجرا کن اگر دوستش داری رفته رو برایش راز دلت را بگو این خیل با تلفن پت پت کرده نشین فهمیدی رو برایش ایستاده با یک جسارت یک تا گپ میزنی یعنی همین خیل میگوید البته با پیش حرکت کن من کرده نتوانستم اقلا تو بکن این کارا بکن تا که جگرت نسوزد درست میگوید در اصل کمیسرم با خدا راحت کردم این خیل باشد من پگاه رفته رو برای دختر برآمده همش رو نقل میکنم چرا پگاه علی؟ چرا پگاه؟ چرا حاضر نی؟ کار را قفا پرتافتی چرا حاضر نمی روی؟ شما چی ها میگوید حاضر در عملیات هستیم کو؟ پسرم چی کار میکنی عملیات را؟ حل میکنیم بین چی را فکر میکند؟ عملیات نان است در آمده میگوییم که نان خورده مردم را زهرآلود نکنید و میرویم تو در فکر این نباش پروا نکن خیز رو زود باش کمیسر اصلی چی؟ از من اجازت گرفتی خیز رو این خیل باشد کمیسر من میروم اما شما خودتون تنها از اونده این عملیات نمیبرایید بعدا کمیسر اصلی ما رو جنگ میکنم پت نکن زود رو حالا هم چکیده نشسته است در اینجا تو رو من حل میکنم
بابی نبی بخل و نفسود بده هسته که گفتم که بسیار نخورده هنوز میسوزه نخواد یک موسفید پیر هم بسیار بخیری این چه خیلی گپزنی است بی صاحب پیر میر گفته ایستاده ای تو بیماری دل دارم یک کاسه گرفته مزهش را خواستم بچشم کنی بینم گفتم پخته است یا نه چه دروغ میگوی یک کاسه را پر کردی خوردی رنگ خری سومری و سومری ای بابودون خر مر گفته چه خیلی گپزده ایستاده ای تو به خدا من به دهان تو قلم فر میکشم ای بابی من خر گفته اکو مثال آوردم شما خر نیستین که قرض کاره باشه میبخشین دیگر بار نمی گفته است نه به یادم آمد وای خوراک آماده کرده ات را برای کسی پخته باشی برده بده هر بار میبینم چشمانم تاب میخورند نفس مرا میدانی حاضی رفتم دیدم ناآمده است پگه سهر اکو میبرمش من تا پگاه چه خیل طاقت میکرده باشم ای خدا صاحب برای من از مغازه یک شامپون گرفته بیار با همون زنکای مشکل معرفت کاری من تا ساعتی 5 وقتی کاری من تمام شد بعد همین ساعتی 5 کارخانه‌های دولتی که شده نه محکمه این خیلی نکنین ما هم کار شخصی خود ما را داریم عجایبه نه به این زن گپ سخت نمیگفتی باید اگر به جای تو میشدم دویده شامپون گرفتم می آوردم دویده بالا می برآمدم به او زن می دیم هم بالا و پایان فرآمده انرژیم را صرف می کنم میرم بابی نبی ای خدا بترس خیلی نگو زنی بیگونه به این انرژیتون حوزی بالا بروین به خدا کار بور جزیر می شود بله جانم اگر این خیر روم همه را برباد می دیم من خواستم به او یاری رسانم تنها تو یک چای دم کن من نوشم یگان کار باید کنم اجمعنی کنم این خیل این انرژیم را خالی کنم نمیدانم رو یک دو سه چار یک آلیا در کجایی با تو باید تعجیلا گفتگو کنم یگم کاری بد شد مگر نه کاری خوب شد حتی بهترین کار شد در کجایی تو از کینو برآمده به خانه میروم علی آلیا من تو رو بسیار دوست می‌دارم عاشقت هستم اوبا نهایت گفتم یعنی چی خیل علی همین خیل من دیوانه‌وار عاشق تو هستم تو رو به حد زیاد دوست می‌دارم برای تو میمیرم من با خدا دوستت می‌دارم ای یک لحظه اما مروه چی مروه گفتنی کسی نیست در دنیای من تنها تو هستی آلیا تو و من هستیم کار کردی بر وقتتر نگفتی دیوانه کلام کمیسری گید غذای ما هم آمدن اینها چه خیلی نانپزند مردم را فریب داده با این لباسهای فسان میگردند حرام خوران لعنتی حاضر میایم بعد میبینیم
باوری دارید که اینجا بی‌خطر است؟ دوباره اومدن به اینجا خطرناک نیست؟ ای بچه پلیس اینجا رو میدونه. انا برای همین اومدیم. آنها فکر میکنند که ما دیگر اینجا رو استفاده نمیبریم. اکنون فهمیدی؟ Çaktım. ما پلیس هستیم یا نان پس معلوم نیست. در نان پس خانه ها می‌گردیم. یا خدایا سلاح دارند میآیند. برادر چی گپ است؟ کی هست اونجا؟ تو با اون طرف رو؟ کی هست اونجا؟ تسلیم شوید پسرم. با نان شوخی نمی کنند. یگان کاری خطا نکنید. از هوش رفت دیوانه. ای پسر به من نگاه کن. مرا بین. با خود بیا. ترسان چه کسی تو؟ بیدار شو. ای خیز خیز گم شو. کیست در اونجا؟ تو کی هستی؟ نه من آنان بازی نکنید. آنانی حق حلالی من بازی نکنید. کی باشم؟ میسوزانم شما را. میسوزانم شما را. پلیس از جایتان نجنبید. از جایتان نجنبید گفتم. دستانتان را بردارید. هیچ کس از جایش نجنبد. بردارید. دستانتان را بردارید. خدا داره چه موشه زن بگرزه که میخورد تولا. بر زمین خواب کن. نخز. این را هم گیرید. چی شد اینجا؟ این چی احوال است؟ چی شد با تو؟ باور کنید چیزی نشد. دهان و بینی کسی را نشکسته. عملیات را به انجام رسانیدیم. خدا را شکر. رویم را باید شویم. چی شد به تو؟ حالا هم میشتی پیشتره؟ نگاه داری به من؟ عملیات تمام. حالا این خیل کارهایت رو یاد کرده میگید حلاق باد به خدا. رحمت اکی محمد رحمت. تبریک میکنم یگیت. چیزی نیست برادر. وظیفه همان رو اجرا کردیم. امروز سرت کمی ناجا بود برای همین دیگر خیالتر بودی. نه اکی محمد هوشم در جایش نبود. کمی بعد همش خوب می شود. عملیات خوب گذاشت همین خیل نه؟ با جایزه سزاوار شده ها؟ نه جانم. خیلی وقت بود با تو وعده داده بودم ولی فرصت نمیافتم. اکنون با همه گروه خوراک بپول میدیم. کنی رفتیم؟ نه لازم نیست اکا. رفتیم. اونقدر کار نکرده ایم کو. تمام. گپ را زیاد نکن. اکی محمد با این سر و لباس چخیل می رویم ها؟ چخیل؟ باز بکار دیر ماندم. استاد ورزش کجا گرخته است؟ و من شوف چرا جواب دهم؟ دیوانه هم مگر من؟ جواب ده تعجیلی است. چرا جواب دهم؟ تو را نمیشناسم؟ اما ما تو را میشناسیم.
اوف یگیته چی بلاها به سرم آوردی. من با که ها سر و کار دارم خدایا. کمیسر یگیت اکه شوکت با تو وخوردن میخواهد. مکان وخوری رو اکه شوکت معین کند با تو خبر میرسونم. انتظار شو. تمام. چی گپ است؟ Neredesin birader? Neredesin birader? اصلیه یاری دیدم. لازم نیست خودم میکنم. اصلیه با تو یک چیز رو صحبت کردن میخواستم. درباره یگیت. چی گفتن میخواهی؟ سردار عدنان نسبت یگیت شبهه داشته است. وقتهای آخر رفتارش تغییر یافته بود. از من خواست او را تعقیب کنم. یعنی چی خیل؟ سردار عدنان به تو گفت که یگیت رو نظارت کن؟ بله. شبهه‌اش راست برآمد. یعنی در دستم دلیل ندارم ولی یگیت چی کاری کرده ایستاده است به قریبی معلوم می شود. سردار از خارج آید با او حسابات میدهم. گوش کن. یگیت چی کار میکند؟ یعنی بعضی دردها دارد و تنها آنها رو به ما میگوید. تمام؟ اصلیه تو از او دور باش. تمام؟ نمیخواهم به تو ضرر رساند. یک لحظه این گپ چی معنا دارد؟ یگیت انیق چی کاری رو پنهانی کرده ایستاده است. به نزدیکی معلوم می شود. نمیخواهم به تو ضرر رساند. فقط همین. رحمت ولی این نصیحت هایت رو در خودت نگه دار. احتیاج به نگاه بینی کسی ندارم. جرأت این آدم رو ببینه. نه برادر از این کارها جان ما خلاص نمیشه. یگیت چی بلایی به سرم آوردی ها؟ پسرم تو دیوانه چی بلا تلخم رو کفاندی در پشت در خواب میکنی چی بلا؟ بله کمیسر در پشت درتون بودم. خوی شیرین در بدم بیدارتون نکنم گفتم خطان میبروی کمیسر. اوف بیدار نکنم این چیست؟ بادک میگردی دیوانه ای تو؟ شیرینی پرقوتم. شیرینی پرقوت؟ به من درکار نیستی شیرینی پرقوت. از برای خدا یک طرفیست برایم. نه کمیسر شما مرا نادرست نفهمین. من برای دولت اینتون نگفتستم. وای دختر قهر کن. نتونستین که امیره بخرین سلامتیتون خوب میشه و رفیق کمیسر. اگر نشود که من نامرد. اکو من نمیگم که او فایده سخت داره نه که دولت اینتا استابیل نمیقپه. صاحب اینجا یک تا بیمار باشد آن هم تو هستی بخشش یک طرفیست تا من میبرایم. نه به خدا من سمانه که عیشوی در روز تو سر برای شما بختم. اخلا یک قاشق بخرین بچه. بادک میخوری مگر؟ اینجا انتظار شو. طبق میارم. کمیسر شما یک قاشق بخره بچه دیگه در حالی نگاه داره آدم ببرم. پسرم ای دست در بدر میگردی؟ دیوانه ای تو؟ آدم ها را مثل سگ‌های دیدو جمع میکنی؟ رو چی کاری میکنی کن اینجا نیست طبق میارم. امینه خیز اکنون دخترم اینقدر زیاد خواب نکن. البته روزی دراز راه گردی حالت همین است. خسته میشوی خواب را بکنون. خیر عمری دراز بینی تو. چی کار کنم بیبی؟ دیگر یکان چاره ندارم من. ببخش مرا. یک قاشق نخری یک آنجا نمیمونم تا یک قاشق بخور دولینت بخیزه بچه دولینی پس کتی یک آنجا میخالتی میمری بخورو. ای پسرم گرفتم که در خانه چرا تو از پس من دویده مرا غم میدی؟ هر سهر از پشت من میدوی مثل دیوانه ها؟ یکه بخدا من تره دوست میدارم حرمتت میکنم یک قاشق دیگه بخری میمری دهن تا بکشو رنگی کم است. خاموش باش. خدا خواه دولینی کمیسر روی میلیون میشود. این چی است؟ سمرک نوروزی بدن سوی خودم پختم مخیم. لعنتی. دیدی ها؟ یک قاشق خوردی علکه از هفشنید روی کدستای. دو قاشق خریکو ای تو دویده میکرده. دیگه لباسای مرغ نمیپوشی.
پسرم تو چی ها میگویی؟ کدام مرغ حاضر به تو؟ خدایا توبه دیوانه کردی. این مسئله دیگر است. گوش کن کمیسر، یکون کس خمود دسته. من خدا تو فقط سخن کن. ما همین بچه های محله را همشون جمع میکنم به سر. مگر تو دیوانه هستی؟ رهایم کن، رو کن شو دیوانه احمق. یا خدایا توبه، فقط از پشتی من است. کلا غوث. خدا بزند همی سمنه که من کورود کنه. مزه را بینی؟ ای اصال دا با مزه. اکی برهان بیا سمنک پختم میخری سمالیات های میکنی. دیوانه هم کرد. بسیار گم میزنده؟ ای برادر، مثل آدم ها علاقه کرده نمیتونید مگر؟ یکی از پشت در، دیگری از پشت ماشین. چی بلاز به سرم میارد؟ آدم برای سلام زید؟ وای من نکن. گوش کن جناب یونس، اکنون عادت کن با اینها حیات تو منبت همین خیل است. وقتی زیاد ندارم در حال موضوع را گویم. این شوکت گفتن آدم با پیکاس در علاقه شده است. تو با یاری ترینر فهمیده میتوانی بینشان چی گپ ها گذشته است. خدایا توبه لازم نیست. به این هم امروز وا میخوریم. با کی؟ با شوکت؟ ها با شوکت. مرا جیغ زد، نمیدونم. تمام. خوب با آن واخوری میروی. خوب شده است. شوکت با پیکاس بعدا مرا فایده خورند همین خیل نیمگر؟ نه ترس پسرم، من در نظر میشوم. تو با آن واخوری رفته گوشم که شوکت چی ها میگوید. ببین پسرم، درباره یکی دست سیاه چی ها میدانند آموز. هم اگه کار شود من در نزدیکی یک توکمچه هستم. البته نزدیک توکمچه هستی. خدایا توبه، زیر کردم ولی نآمدی. بسیار گم نزن، بعد گردش استا میفرایم من. تا مترو پیاده میروم. یا خدایا، مترو میگوید. تو بر این آدمی مخفی چی خیل با مترو میشینه؟ یگان کار دیگر میکردی بر راحت میرفت. همین طور نیست مگر؟ شوخی نکن جناب یونس، کار خودت را کن، مرا اینجا فرار. مرا گوش کن. اگر خواهی چیپ دادیم در مترو لازم می شود. خیر کن، رو. باشه سروسیمان اشام میرسد. مویان بخرن اخی. گوش کنی مرا. من شما را سیری سومنکه میگم. این پروتئین همش دروغه. ایرا میخری قوت میگیرن. ایرا میخری یک آدم 5 آدم زدن میتونه. پیستالت کتی زنن تا نمیمری. گرانتامیوت کتی باید بزنن. بخبیره کمایه ای دختره کتی یک گپ زنن. آنها چی کار میکنند؟ مایلش سیری بین هر دمون هول مخفیه یا؟ با خودم یکون کس یکون چی نگفتم توضیح. مخفی است. اما کم وای پدرم در بالا است؟ نه با خدا حوزی برو مد رفت. به امنیت؟ نه گفت یه مسئله مهمه برو مد برفت. مسئله؟ یعنی چه خیلی مسئله؟ مسئله جنگ و شپو اینم خیلی چیو دینش اومده بود کسی هم قزادنش کرده که خر بوری ورم کرده. ما گفتم ها بچه ما میجاییم یکون خدمت شد بگو آخی بچه ها را میگیرم میرم خدمت را میکنم. پدرم به جنگ رفت و تو اجازت دادی که رود ها؟ آفرین یعنی آفرین. پیرخری کلونه کجای فورش میره. İplerin inceldi iyice, neredesin birader? به این کارها عادت کردیم، دردی سرمان نشود باز. افتش را بین. سلام علیکم. به داخل گفتنی. در بیرون گم میزنیم، هوای خوب است. رفیقان را جیغ زنی نمی شود. جیغ نمیزنیم؟ بخشش، این خیلی باشد میدرایم. اینها با سر اشاره میکردن باز. خوب میدرایم.
کنیتو کجایی؟ کجایی تلفنم کنیتو؟ سلام مکه شوکت. اون آدمی که درباره یگیت بود چه خیلی بود گفتی؟ درباره یگیت بودگی آدم چه خیلی بود؟ قد پست، گندم رنگ، کفت و کاب میکنیم. اول از این یگیت جانمون خلاص شود. کمیسرم تمام شد. چی تمام شد؟ مورو صاحب دعوت کرد گفت که کمیسر یگیت به جنگ رفت. گفت جنگ است، شما هم یاری دادن آمده اید. خوب هستی کمیسر؟ خوبم. جنگ در کجا میگذارد؟ مرا برید آنجا. مایر از کمیسرم رفتیم همراه ما. به خدا که شوکت بسیار خوشگپ هستید شما، اما من یک چیز را پرسیده می روم. نپرس. تمام نمیپرسم اکا. با من دام گذاشتی کمیسر یگیت. با تو یک دیگر فهمی خوب داشتیم. نباید این کار را میکردی. استغفرالله اکا شوکت، من دام نکندم. کدام چخوری؟ من چقدر چخوری میکندم؟ یا جنگ کن گفتی، من هم آمدم جنگیدم، قریب بود که مرا میکشتن. تو این رو یک طرف گذارو اکا، یک آدم رو میکابم. سرش کل است، در پشت سرش مهر است، مثل مار است. اینجا سوال ها را من میدیم. تمام اکا، بپرس. مرا تو به دام افتاندی. پلیس را با آنجا تو جغ زده بودی. نه اکا شوکت، چه علاقه دارد؟ من پلیس را دعوت نکردم. از اول معلوم بود. من گریزم گفته بودی کاری مهم دارم فلان. اگر آدم ها تو را به زور نمی آوردن، تو هم همراه پلیس ها حمله می کردی. نه اکا، این گپ نیست. من فکر کردم بازی فوتبال است. گفتم به شرط دروازه‌بان می شوم، فقط همین. ای یگیت کمیسر، چه خیلی کارهایمان خوب پیش می رفت. تو را دوست می داشتم. با کار درو بلا زنه که خودش چی گفت از من هیچ چیز را نمیفهمم. چرا این آدم ها آهسته آمدن؟ که شوکت اینجا نافهمی است. با خدا بسیار میخوام که همش را به شما بگویم، اما مرا بفهمید خیلی تماما گفته نمیتونم. در بالا ماریسیا هست. خدا داره دورو. خوراکی داده او چی بود؟ خپیده نمیتوانید، من خوراک خوردم. تیماس گذارید من روم. بچه ها، این خیلی نمیشود. با این طریق کنده ها آمدید. این از روی مردی نیست برادران. 10 به 1 اقلا یک نفرتان به طرف من گذارید، بعد جمع کنیم.
ҳаминҷо будааст комиссар Йигит. касе ба ман бадӣ мекунад намебахшамаш. گوش کنید بچه ها، یعنی بیایید به یک خلاصه هاییم بچه ها. این خیل با این چوب های دستتان کار حل نمی شود، به خوبی حل نمی کنیم. ما و شما نمی زیبد، به خدا بچه ها. بچه بگی دیگه شما کمیسر یگیت غمه داده بچه سر پریزهایی به ویران کرده اتاکه با کجا میگریزی تو بدبخت؟ Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet. Tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. تا اینجا بود است جناب شوکت و من بگو اکنون با پیکاسکای در کجا واخوردی؟ آنها بسیار خطرناکند. آنها بسیار آدم‌های خطرناک هستند. خاموش باش، آدمانی مرا هم دیدی. آدم را سیخ کباب کرده میخورند به خدا. بگو کی و در کجا با واخوردی؟ یگید چشمانت سیاه دیوانه ای میدانم ولی آنها هم مرا هم تو را هم میکشند دانسته باش. آتیر به دست آنها میدیم تو را پاره میکنن. به من بگو کی و در کجا با پیکاس واخوردی؟ زود باش. دیروز واخوردیم. در کجا واخوردید؟ در انبارخانه کهنه. پیکاس خدا جزایت دهد. تا اینجا بوده است حیاتم. زودتر زود کمی مانده بود که تیر خوریم. امینا در کجاست؟ در را کجا پیسرم؟ که محمد این را هم گرید. خدا شفا دید برادرم. به همم احمد جان. امینا بیا. امینا
خوبی؟ من خوبم، تو خوب هستی؟ خوبم خاموش. چی شد اینجا با ما نمیفهمونی؟ البته میفهمانم. از کجا سر کنم اینش رو نمیدانم. اگر راضی باشید من این رو نفهمانم و یگید فهماند. کمیسرم شما خوب هستید؟ خوبم. میدونم با من قهر داری. اکنون باور دارم با وجود داشتن کریل. از اول با تو باور نکردم. کریل رو انکار کردم. اکنون باور دارم. لطفاً همش رو با من فهمون. معذرت میخوام، تو همیشه حق بودی. با خدا چه دروغ بگم، از دهان تو در آخر این گپا رو شنیدم. مرا هم دیگر غم ندارم اصلا. Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? بدر؟ این چی خیلی اینجا چی گپ است؟ Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? یک دقیقه. اگر تو یگید باشی تو کی هستی؟ من یونسم، یعنی برادری دوگانگی یگید. سنم از من نیو، یعنی نامزدی برادرم است. من مجرد هستم. علی در اینجا چی گپ است؟ با خدا حیران شدم. من هم حیران. میدانستم که نمرده ای. با من حیله کردی. با خدا میدانستم برادر. با خدا چی دروغ گویم. من هم فکر کردم که از عهده این کار میبری. بازیگری خوب بودی. یعنی ما در نقش دیگران بسیار نقش آفرین کردیم. در گالیوود با جای جانی دیپ نقش بازیده بودم و هم با جای من. تمام. یگید یعنی یگیدی حقیقی. خب با ما نمیفهمونی چی گپ شد؟ به خدا رفیقان، من کمی خستم. اجازه دید رفته کمی استراحت کنم تا به خود آیم همراه دخترم. به شما همش را یونس میفهماند. چه خیره که نباشد قهرمان این کار او هست. İşlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler.